سلام علیکم، چطوری؟ خوبی بچه ها؟ کجایی تو؟ چرا تو بیرون نمی‌خواد بیا اینجا خب خوبی؟ چه خبر؟ چیکار میکنی؟ ما تابستون رو دوباره آوردیم با این لباسایی که پوشیدیم، ولی خب ما میخوایم این پسر کوچه برگرده. خوبی میاد بوی خروش میاد نه؟ خب سبزی خیلی سبز میاد. یعنی ما اگه هر روز قرمه سبزی بخوریم بازم قرمه سبزی دوست داریم. سبزی خوردیم. ما میخوایم بریم پسر کوچه، به خاطر همین لباس تابستونیامونو پوشیدیم. کجا بریم؟ میخوایم بریم میوه فروشی. نگو تو بدونم چه میخوایم نه بازم نگو. میخوایم بریم میوه فروشی 2 تا قلم میوه بخریم. میخوام یه کار خیلی خوب بکنیم. اول که 2 تا میوه بود. خب 2 تا میوه و یه خرما و یه شیر که داریم. شیر نمیخواد. چرا شیر میخواد؟ به جون تو نمیخواد پس. چرا توپ بچه ها میفته یه سری تو حیات ما. نگاه کنید یه دونه توپ اینجا بود یاسی، اونو دادی یعنی اومدن بردن. میخوای تو بازی کن من برام خرید کنم. آها چه هوایی دلپذیری، چه هوایی خوبی. چه خبر خوبی؟ من فکر کردم که چنل خودمه. هیچ فرقی نمیکنه. چنل یاسمینم چنل منه، چنل غزالم چنل منه. بعد اینکه اینجوری خبر دارید که پیجم دارم فعال میکنم، اکتیو میشم. خوشم داری تبلیغ هم میکنه. خدا آره دیگه تو چنل یاسی دارم تبلیغ خودمو میکنم. شیر اضافه شده با خامه. نه اون شیره بچه‌ها فکر کنم برای 10 روز 20 روز پیشه. همینجوری مونده توی یخچالمون هنوز باز نشده. آره یه شیرم بخریم و بریم خونه تا بگیم حدس بزنید دیگه ببینید چی میخوایم درست کنیم. خب اولین میوه بنانم، یعنی موز خودمون. بردار چند تا میخوای؟ 2 تا میخواد. حالا برای تغییرش هم 3 تا. خب این که چند تا؟ خب بهش بگو که بذار بگیم که خودش سالمشو به ما بده. 3 تا میخوای؟ آره 4 تا حالا 4 تا. این چند تا؟ 1 2 3 4 5. این 5 تا رو بردار. 5 تا. اینا زیر روش اینه 6 نگاه کن. گلم حالا اشکال نداره. اینم 4 تایی نه اینم 5 تا. نه اینا 5 هم خوبه. خب دومی میوم این چی؟ اگه جرأت داری انگلیسیشو بگو. بگو دیگه بچه‌ها همین یه دونه جعبه هم مونده شانس ما. خوبه حالی خورمال. آره عالی. من از این مغازه خداییش میوه‌های خیلی خوبی میگیرم. خیلی خوبه. آره حالا اینم بگیریم دیگه. برو وزنش کن. عجیبه گوجه گیلاسیه رو چه بامزه است. این میدونستیم میوه چیه بچه ها؟ ما شمالی ها میگیم کنس ولی کنوس فکر کنم، ولی الانی ها میگن ازگیر. خب ما خریده زشته. الان بچه ها یه چیز فکر میکنن تو همیشه منو گاز میگیری. یاسمین اشتالون دندون در نیاد. خیر خدا. بچه ها فصل پاییز رو دوست دارید شما؟ فصل پاییز خیلی قشنگه، یعنی همه فصل قشنگه. من بگم حالا من بهار رو تابستون متنفرم، عاشق پاییز و زمستون. بهار رو متنفری؟ راست میگی؟ با بهار رو دوست دارم اصلا. وا بهار و تابستون به نظر من قشنگ‌ترین فصل. چون ماما سرمایه‌ها بهار و تابستون گرم یا زمستون. خب حالا کاری ندارم، حالا شما بگید که چه فصلی رو دوست دارید. من خودم عاشق بهار و تابستون، پاییزم آره، زمستونم برفشو دوست دارم، سرماشو دوست ندارم اصلا. تابستون و زمستون آره میدونید که من خودم بچه تابستونم. منم بچه تابستونم. من تحت تابستونم. خب پس یه چی دیگه، پس تو خیلی خائنی که به تابستون داری خیانت میکنی. فصلی که تو به دنیا اومدی اول تو اولویتت باشه
فصل خودت باید تو اولویتت باشه. اصلا نمیخوام تو اون گربه چرا دنبش بریده شده؟ این گربه رو با سبدش گرفتی. بزنه گربه رو نیستی؟ چیکار میکنه؟ نمیدونم چه میدونم بشر رو نمیدونم دیگه. اومدیم فروشگاه. اسم نیار دیگه، تبلیغ نکن دیگه. فروشگاه که یه خامه، ببین بچه فقط یه خامه صورتی و یه شیر و سلام نامه تمام. و یک کیکس مکس چی؟ و یک کیکس مکس من نمیدونم تو چی میگی؟ چی در یگانه بچه اون ساعت نزدیک 3:30 نهار درست نکردم، نمیدونم هم چی درست کنم، به احتمال زیاد استانبولی درست کنم، چون الان دیدم توی ایکسپلور، یعنی تفسیر خود یاسمینم هست. یاسمین نه بس نه نباید انرژی زا بکنی. انرژی زا نوشیدن ما بریم بخون الان گوش اینو نه قطع ببین میکنم. نه بخون ببین اصلا چیزه البته خانم من بگو نه حالا اونو بذارش من یه دونه شیرم برده، شیرا رو نگاه کن اینا دیگه اینجا. یه دونه ببخشی شیر تموم شد خانم. تاریخ داره دیگه. یه دونه ما هر جا میریم یه دونه. شانسمون هم شیرم یه دونه است. خورمالو هم یه جعبه. دقیقه 90 میای همینه دیگه. یسی خانم الان تو دوربینی؟ ما اومدیم خونه دیگه. ایوان دختر خب چی لازم داری الان؟ بفرمایید الان بچه ها اگه بخوان چی؟ دیگه بریم به منم حال بدی یسی. تو رسید نبودی مگه؟ نه والا. پرشه تو دوست داری؟ یک فسقل بریز. لیمو هم میخوای بخور طرف نکن آلبالوه؟ داره بذاریم توت و شاتوت داره یه تم بیاره برداره من واقعا ترش دوست ندارم به جون تو. والا ترش دوست ندارم. بعد توت فرنگی اون یکی تمش چی بود؟ فکر کنم سه تا تم داره ولی واقعا همه آلبالو رو میده. خوبه اوکی. میگه قوطی نمیشه این قوطی جایزه داره. سفر به دیزنیلند ولی خداگیره چه طرحهای قشنگی داره خیلی طراحیش خلاقانه است مثلا الان بیشتر جذب طراحیش میشه ماما علیش کار بکنیم بیا خود کن بری سوزر. بده اول اینا رو بشوریم موز که احتیاجی بشوریم هست لیمو خانومم اینجاست لیمو داریم فوزول داریم دوتا کافیه فکر کنم ماما دوتا یا سه تا موست هست که بکنم. آره میخوای پوسته اینا رو بکن بعد از من خود کنم من اینجوری دیدم توی پوستشو بکن پوست میکنم چارقاچش میکنم بعد با قاشق داخلش رو در میارم چون میگن که این پوسته برای دستگاه گوارش خیلی ضرر داره. حالا اگه خیلی رسیده باشه قشنگ یه لایه پوست خیلی نازک روش در میاد ولی نمیدونم چرا جدیدن همه چی ایراد دار شده یعنی انقدر پوستش زخمی باور کن نصف خرمالوه میره.
چیه مامان تو چی میگی اینجا؟ غذاتون میخواد؟ اصلا لیمو معلوم نی تو چیز والا بچه لیمو رو اینجا نگاه کلش معلومه یه ذره بی جلو بچه کشته نشه. بذار من اینو بگیرم پایین بچه ها ببینن اینا بچه لیمو اینا هاشش حضور خواهم نگفتیم به بچه ها چی داریم درست میکنیم بستنی دارم. بستنی ما اینو من خودم به شخصی چند بار اینو من توی اینستا دیدم خب بعد دیدم خیلی راحته موادش هم مثلا موادیه که حالا خیلی هزینه نمیخواد شما حتی میتونید با 2 تا 3 تا هم فکر کنم میوه بشه درست کنی مثلا منظور که زیاد میشه بستنش چی عجله میکنی؟ حالا ما درست میکنیم اگه همون جوری که توی این شد بشه شما هم درست کنید چون که مطمئن باشید که توی یوتیوب خیلی ولی خورمالای انسان سقف دهن رو نمیزن میگم همه چی علکی شده بکنم اصلش این که کز باشه ما که سقف دهن میزنه کاره نرسیدن خب خودش مطالعه انسان از اون من چرا خوشحالم؟ شالم در نیاوردم بچه اون موقع که عینکی بودم یعنی چشمم ضعیف بود یه عینک دودی طبی داشتم بعد انقدر باهاش راحت بودم یه وقت که مثلا بیرون عینک تو چشم بود می اومدم خونه باور کنید تا که این عینک دودی رو چشم بود یه وقت بچه‌ها میگفتن یا خودم مثلا متوجه میشدم که عینک هنوز رو چشممه حالا اینو گفتم که یعنی از بیرون اومدم ما یه راست اومدیم دیگه مامان جان پوستره کرد سعی میکنم بکنم بسه قربانی دوست داری تو؟ تو چی؟ عاشق قربانی مشتری داره بعد خیلی هم مشتری داره 2 تا کوچه بالاترش یه میوه فروشی دیگه بود اونا بند خداها یعنی من خودم دلم هم میسوخی وقت رد میشدم به قول من میگن چی مگس هم نمیپروندن ولی اینا انقدر مشتری فروش دارن یه جنس خوب که دست مردم بدی همینه دیگه خدا برات میسازه جمع کرده سیبی بفروشه اونم جمع کرد بیچاره اونم کاسبی نتونست بکنه که جمع کرد بعد اینکه جالب اینجا که ما باید از جلو مغازه اون رد میشدیم میرفتیم از اون خرید میکردیم بعدا یه وقتی من خرید میکردم روم نمیشه از این میومدم میرفتم اون برای خیابون از اون برای خیابون میومدم خب آخه بنده خدا گناه داشت دیگه میدونی بعد آدمایی هم بودن که فکر میکنم همش ناشکر بودن ناشکری چی یه بار من همجوری رفتم مغازش آره ما فروش نداریم ما اینجوری شدیم ال شدیم بل شدیم بعد این خودش ناشکری کردن باعث میشه که کفر نعمت از کفت بیرون کند پس حواستون باشه هر چقدر کم هم که داری باعث هم به خاطر اون کم بودنم تشکر کنید از خدا اگه امروز 2 تا مشتری داری بگو خدای شکرت که این 2 تا مشتری دارم فردا میشه 3 تا مطمئن باش شاید اندازه اون آقایی مثلا اون فروشنده‌ای که خیلی مشتری داری نیستی ولی همین که خدا بالاخره شکر نعمتت افزون کنه چیزی از خانه رو چی؟ اون امروز چنده؟ 29 نه 30 دیروز سخته شد تولید شد تا 4 روز دیگه وقت
تا 20 داشت. خب بچه ها هنوز خورمالو موزه ما یخ نزده. من میدم یه روز دیگه نیم ساعت دیگه مهلت داشتم تا یخ بزنه. الان گفتم برید الان میرم آماده کردن وسایل. مامان اون چیزی که میخوایم اینا رو با هم مخلوط کنیم چه دستگاهیه؟ ماما کجاست؟ کابینت بالا، کابینت سمت چپی. باشه ببرم. یکم شیر میریزن که اینجوری فرتی بیاد. مامان چرا درش باز بود در شیره؟ بابا بریم حالا دستگاه رو پیدا کنم. ماما اونی که خیلی گنده است در شیشه. تو بچه این دستگاه چجوری کنم؟ کندگی چیه؟ کلگی نه، تیغش. آره تیغش. بچه ها منتظر بذار در بیارم بهتون نشونم بریم چه حالت شده. چون فقط الان یکم یخ در میزنه و بچه در این حالت ما درشو مثلا بستیم، درشو بستیم دیر یخ زد. درجه هم گذاشتم دیگه من دوباره منتظر بودم که یخ بزنه بیام شکلی. خب بچه فقط دیگه آمازشو بده بهتون نشون بدم. یخ زد در عرض یه رو. الان باید بریزیم توی ماما نمیخوای بیا این صحنه رو ببینی؟ باش. اول اینکه مخلوط شه، بعد یک کلو بعد خواهر کلو داخل خارشی خیلی قلفی جوی بعد چیز کنی، بعد تو این چرخش کنی، همه این خامه رو بریزی، شل نشه. یک تست ریز بکنیم. این ریز بود. بچه خیلی خوشمزه بود. خیلی 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 یه استوریه رو بودم بگیرم. ماما بایسته خوب رنگ بذار آخرش خامه زیاده، چون من توی اینستان میدیدم رنگ خرمایی بود، چی خرمالو بود، رنگ خرمالو بود. مثلا شاید چند مدل داشته، بعضی مثلا خامه میریختم بعضی نمیریختم. حالا الان من دوباره روشون موز میزنم میزنم تو فریزر بعد تزیین. گردان اگه میخواد گردان هست. پسته نداریم؟ گردون گفتیم کو؟ ما حتی خورمالو هم میتونیم برای تزیینش بذاریم. نظری بهتره.
این از تزیینش. بره تو فریزر یه نیم ساعت 40 دقیقه‌ای دوباره میام میشه. اون رفت تو فریزر تا دوباره آماده شه میام میشه. حتما خواهد بستنی ما آماده شد. خب برچی سرو کنم. صاحب بشه بچه اسکو یعنی بستنی شده، حتما درست کنی. یاس غزل یاسی مثل این بستنی فروش ها قشنگ چیز کن، اینجوری گردش کن، اینجوری کن گردش کن. آها باری کلا این کاره ای تو. خب خانم من 3 تا اسکوپ میخوام. بسته 2 اسکوپی داریم. بابا غزل علی یه بار تو بکن یه بار من بکنم ببین چی کدوممون قشنگ تر میکنه. بیا از من بگیر. ببین اینجوری دیدی گرد روی ننداز دیگه این بعد کافیه. نه خوبه این خوبه الان این خوبه. برای این برید حالا. خب حالا بگیر من تست کنم. اینم بستنیه یاسمین درست کن. بچه ها قشنگ یخ زده ها. حالا به نظر من این تا یاسمین چیز میکنه تست میکنه، به نظر من بچه ها خرمالو رو هم تیکه تیکه کنید. من فکر میکنم اونجوری خیلی قشنگ تر در بیاد. خرمالو و موز چطوره خوبه؟ عالیه. حتما درست کنید. حتما درست کنید. آره. دارم بستنی میخورم. میخوره ببینید داره میخوره اینو. نوش جونت بشه مامان طلا. نه شکر داره نه هیچی. سالم رژیمی هم از تازه. مامان ضرر که نداره براش. نه ماما موزه با خرمالو دیگه. با شیر. از استوری میگرفتم. برو بخور مامانی. ای بچه ببینید نوکش رو ببینید. که زنی که